و عجیب اینجاست که رمان این امانت رو به عهده میگیره. تمام این بخشی که علم پس میزنه، رمان به صورت امانت به خودش میگیره. از سروانتس تا پروست شما دقیقا میبینید. سروانتس، بعد فرانسیس بکله و مادام دو لا فایت که رمان پسیکولوژیکه، بعد لارنس دشترن انگلیسیه، ریچاردسون انگلیسیه، بعد دیدروی فرانسویه، بعد میاییم قرن 19 بالزاک، فلوبر، بعد استاندال تا به پروست میشیم. شما تمام اون قسمت رو که علم دفع کرده بود این رمان به عهده میگیره و لایه به لایه اینا رو میشکافه و عیان میسازه. این از این رمان خیلی مهمه و متاسفانه در ایران قضیه زیاد جدی نمیگیرن، ولی واقعا آدم از قرن 16 هم میبینه که تمام اتفاقات مهم تو رمان افتاده و رمان هم موقعی شروع میشه که خدایان گریخته باشن. یه آدم قهرمان داستان دیگه ندونه کجاست. همطوری که لوکاش هم در کتابش نوشته موقعی که از حماسه به رمان میریم، یعنی اول حماسه اگر دوره کودکی انسانه و اساطیری همه میدونن از کجا میان به کجا قرار برن،